با سلام خدمت همراهان عزیز. امروز در خدمتتون هستیم با بافت بوکمارک یا نشانگر کتاب که برای بین کتاب بخواید بذارید موقعی که مطالعه میکنید. در ابتدا حلقه جادویی میزنیم و توی حلقه جادویی 6 پایه میبافیم. ما الان قصد داریم که دماغ موشمون رو ببافیم. در این ردیف همون 6 پایه رو تکرار میکنیم. ما کامبامون رو تغییر میدیم به رنگ بدن موش. حالا من رنگ توسی پررنگ رو انتخاب کردم برای این مدادی. توی این ردیف ما یه پایه میبافیم، یه پایه کاهش میدیم، پایه هامون رو به 4 پایه میرسونیم برای اینکه فرم دماغش مشخص بشه. در وجه 4 افزایش داریم، یعنی هر پایه رو میبافیم یه پایه اضافه میکنیم، 4 پایه رو تبدیل میکنیم به 8 پایه. ردیف بعد رو ساده بافی داریم، همون 8 پایه رو میبافیم. اینجا نخهای اضافی رو توی کارت پنهان میکنیم. نخ نشانگر ما هم حتما میذاریم که ابتدای ردیف رو گم نکنیم. در ردیف 6 ما 3 پایه میبافیم، 2 بار افزایش میدیم، بعد دوباره 3 پایه میبافیم، یعنی پایه ها رو از 8 به 10 پایه میرسونیم و در واقع میخوایم که فرم سر رو اینجا در بیاریم. برای همین ما 3 پایه بافتیم، 2 بار افزایش میدیم. در این ردیف باز ردیف 7 افزایش داریم، 3 پایه میبافیم، افزایش میدیم، 2 پایه میبافیم، یه افزایش داریم و 3 پایه آخر رو هم میبافیم، یعنی پایه ها رو به 12 پایه میرسونیم.
در ردیف 8 باز افزایش داریم. 4 پایه میبافیم، افزایش میدیم، 2 پایه میبافیم، یه بار افزایش میدیم، 4 پایه میبافیم. پایه ها رو به 14 دونه میرسونیم. در ردیف 9 افزایش داریم. 5 پایه میبافیم، افزایش، 2 پایه میبافیم، افزایش و 5 پایه رو میبافیم. پایه ها رو به 16 پایه میرسونیم. در ردیف 10 3 پایه میبافیم، افزایش میدیم. این کار رو 4 بار تکرار میکنیم، یعنی پایه ها رو به 20 پایه میرسونیم. در ردیف 11 4 پایه افزایش، 4 بار تکرار میکنیم، پایه ها رو به 24 پایه میرسونیم. مجدد در ردیف 12 افزایش داریم. 3 پایه افزایش، این کار رو 6 بار تکرار میکنیم و پایه هامون رو به 30 پایه میرسونیم. ردیف 13 تا 15 یعنی 3 ردیف ساده بافی داریم، همون 30 پایه رو. حالا سر موشمون تقریبا آماده شده دیگه برای کاهش. از اینجا کاهش میدیم. 3 پایه کاهش، 6 بار تکرار. ردیف بعد 2 پایه کاهش، 6 بار تکرار، 1 پایه کاهش، 6 بار تکرار و در نهایت کاهش، یعنی میرسونیم به 6 پایه و با نخ و سوزن انتهای کار رو میبندیم.
حالا میخوایم گوش موشمون رو ببافیم. 5 پایه در حلقه جادویی میزنیم و ردیف بعدش افزایش داریم، یعنی 5 پایه رو تبدیل میکنیم به 10 پایه. ردیف بعد رو هم یه پایه میبافیم، یه پایه افزایش میدیم، میرسونیم به 15 پایه. ردیف بعد تغییر رنگ میدیم به بدن، تغییر رنگ به رنگ بدن و همون 15 پایه رو مجدد میبافیم. 2 دونه گوش میبافیم به همین ترتیب. برای بافت چشم هم به همین ترتیب حلقه جادویی میزنیم، 5 پایه در حلقه جادویی میبافیم. بعد از اون افزایش داریم، 5 پایه رو به 10 پایه میرسونیم و ردیف بعد هم یه پایه میبافیم، یه افزایش 5 بار تکرار میکنیم، به 15 پایه میرسونیم. یه ردیف ساده بافی داریم و دوباره کم میکنیم، یعنی یه پایه کم میکنیم به 10 پایه، دوباره کم میکنیم به 5 پایه میرسونیم و نیاز نیست دیگه با نخ و سوزن ببندیم، چون به پشت کار وصل میشه، نیاز نیستش. 2 دونه هم چشم میبافیم.
حالا میخوایم قسمت بوکمارک رو ببافیم. ما 6 تا زنجیره میزنیم. از زنجیره دوم، یعنی زنجیره اول رو ول میکنیم، زنجیره دوم 5 پایه کوتاه میبافیم. یه زنجیره میزنیم، برمیگردیم. ردیف دوم رو برگشتیم. الان پایه اول 2 تا پایه میبافیم داخلش، یعنی افزایش داریم. 3 پایه میبافیم، دوباره پایه آخر رو افزایش داریم، یعنی توی یه پایه 2 پایه میبافیم. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. ردیف سوم دوباره افزایش داریم، 5 پایه میبافیم. اولین پایه رو افزایش میدیم، 5 پایه میبافیم، دوباره دونه آخر رو افزایش میدیم. بعد از اینکه تموم شد این ردیف، ما میخوایم دست ببافیم برای این موشمون. 10 تا زنجیره میزنیم، در واقع 11 تا زنجیره میزنیم. زنجیره 11 رو برای تغییر رنگ میزنیم. خب رنگ این بافتمون رو تغییر میدیم به رنگ سفید شیری که رنگ گوش و پوزه موش هستش. رنگ چشمش سفید هستش ولی این رنگ تقریبا شیری هستش. تغییر میدیم به رنگ سفید و 5 زنجیره میزنیم. برمیگردیم از زنجیره دوم 4 تا شل میزنیم توی زنجیره هامون، همونطور که میبینید. فکر کنید نخی رو که ما آوردیم توی کار پنهان کنید. حالا وقتی که میخواید برگردید انگشتا رو ببافید، دور کار بپیچید که نخ پنهون بشه توی کار. برمیگردیم وقتی پایه آخر رو دوباره به زنجیره اولی که رنگ بدن بود وصل میکنیم. مجدد 5 زنجیره میزنیم. از زنجیره دوم 4 تا شل روش میبافیم. این کار رو 4 بار تکرار میکنیم. وقتی این کار تموم شد، ما دوباره تغییر رنگ میدیم به رنگ توسی و 9 تا شل میبافیم روی اون دست که به رنگ بدن هستش. ما پایه هامون رو به 9 پایه رسوندیم. خب این دست اوله. این نخهای اضافی رو هم خودتون توی کار پنهان کنید، یه جوری که دیده نشه. میتونید گره هم بزنید به هم دیگه که باز نشه یه موقع، و توی کار پنهانش کنید و اضافه هاش رو ببرید.
شما تا آخر میبافید این ردیف رو، مجدد 9 تا پایه کوتاه میبافید و دست دوم رو هم به همین منوال میبافید تا حالا هر چقدر بخواید بلندی این بوکمارک باشه. معمولا حالا من زدم 28 یا 29 ردیف. بعد پاهای موشمون رو هم به همین ترتیب ببافید. میتونید هم تغییرات ایجاد کنید، مثلا به جای 4 انگشت میتونید 3 انگشت ببافید یا حالا تغییرات کوچیک خودتون هر جور که دوست دارید میتونید بدید. تا آخر این رو هم میبافید و میایم برای بافت دم موش. بعد از اینکه پایه دوم رو هم بافتیم، طبق چیزی که دارید میبینید 2 تا پایه اول رو کاهش میدیم. میبینید میگیریم با هم یکی میکنیم. 2 تا پایه رو میگیریم یکی میکنیم با هم. بعد 2 پایه میبافیم، تغییر رنگ میدیم به رنگ دوباره سفید شیری. 10 تا زنجیره میزنیم روی این 10 تا زنجیره 9 تا شل میزنیم. برمیگردیم تغییر رنگ میدیم به رنگ بدن. 2 پایه میبافیم و کاهش. اینجا دیگه کار رو تموم میکنیم. به خاطر اینکه یه مقدار توی بافتمون شاید ممکنه یه مقدار حالت تاب بیفته، یه مقدار حالت چون بافت تازه هستش ممکنه یه مقداری بافت خوب باین هسته، یه بخار میتونید بدید به کارتون، کار رو صاف کنید و برای اینکه کار صاف بشه. بعدم طریقه وصل کردن چشم و گوش و به هر حال خود بوکمارک رو به بدن، یعنی بدن رو به سر، در انتها نشون دادم خدمتتون. امیدوارم که از بافت این کار رو ببافید، از بافتش لذت ببرید. ممنون میشم که منو لایک کنید و اگر دوست داشتید این کار رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید تا از کانال من حمایت بشه. متشکرم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که در پناه خداوند سالم و تندرست باشید.